سراغ کسی میریم که با سفرش به اون طرف اقیانوس اطلس در عمق منطقه آفساید فرود اومد و ما رو مجبور کرد که پرچم رو در بیاریم و نتیجه سفرش رو زیر ذره‌بین بگیریم. روحانی در حالی این بار به نیویورک رفت که دیگه حنای برجامش و پوز اعتدالیش رنگی نداشت و دیگه کسی هم حلوا حلواش نمی‌کرد. دیگه این بار خبری از عکس‌های فتوشاپی دیدار اتفاقی و دست دادن اتفاقی و تلفن اتفاقی نبود و اصلا کسی نبود که حتی بگه نامبر بیزی. هیجان انگیزی گیر میدی سر هر چیزی، تو منو به هم میریزی، تو منو به هم میریزی، تو میذاری سر به سرم، میترسی که من بپرم، من به تو زنگ میزنم، هی میگی نامبر بیزی، هی میگی نامبر بیزی، هی میگی نامبر بیزی، هی میگی نامبر بیزی، هیجان انگیزی. بله، سفر این بار شیخ فری اصلاً هیجان انگیز نبود، چون هم برای طرف آمریکایی این سال آخر ریاست جمهوری بود که دیگه چند ماهی بیشتر ازش باقی نمونده و خیلی جای ابتکار نداره، و هم برای خود روحانی این آخرین سفر قبل از انتخابات آیندهش بود. از طرفی هم این بار قبل از رسیدن روحانی به نیویورک هموطنانمون فرش قرمز که نه، فرش زرد براش پهن کرده بودن و تا روز آخر با حضور فعال در جلوی هتلش یک قطره آبرو هم براش باقی نذاشتن. Well, Tuesday, Iranian Americans held up signs and nooses to protest Iranian President Hassan Rouhani. Rouhani, no, no, no. یکی از علائم بیخاصیت شدن شعارهای روحانی این بود که سخنرانی امسالش رو به جای روز اول یا دوم اجلاس سران به روز سوم موکول کرده بودن. تو سریعی که برای توجیهش یکی از سایت‌های حکومتی از قول یک منبع آگاه در دولت روحانی اینطور نوشت: از قبل قراری مبنی بر شرکت در سطح رئیس جمهور نبود، لذا درخواست ایران در سطح وزیر خارجه ارائه شد. از آن طرف ونزوئلا اجلاس جنبش عدم تعهد را بسیار نزدیک به مجمع عمومی برگزار کرد. از مدت‌ها قبل هم روحانی به کوبا دعوت شده بود. بنابراین تصمیم بر این شد که بعد از ونزوئلا یک سفر هم به کوبا انجام شود. لذا بعد از نهایی شدن سفرها تصمیم گرفته شد رئیس جمهور در مجمع حضور پیدا کند. ولی چون دیگه دیر شده بود نوبت روز سوم بهشون رسید. یعنی حتی اگر فرض بگیریم که قصه همین بوده، ببینید این چه حکومتیه که مهمترین سفر رئیس جمهورش در سال رو اینقدر دیمی برنامه‌ریزی میکنن که انگار مثلا رفتن پاساژ خرید. میگه رفتیم ونزوئلا، بعد دیدیم کوبا همین بغله، خب یه تو که پا می‌سری به اونا بزنیم. بعد حالا که تا اینجا اومدیم سازمان ملل هم که سر کوچه است، خب حالا که منم هستم ظریفم هست، برچی ظریف بره، خودم میرم. بعد حالا رفته سخنرانی، سوتی بعدی اینه که دیده صندلی‌ها همه خالیه. آخه اینا همونایین که یه عمری میگفتن برخلاف احمدی نژاد که میخواست قطعنامه دون پاره کنه و همیشه سالنش خالی میشد، مال ما سالنمون همیشه پره. ولی این بار عکسای سالن روحانی با سالن مموتی فرق زیادی نمیکنه. بعد حالا با همه این خفت خاریا آخرش تو سازمان ملل چی گفت؟ هیچی. اعتراف به این که از این برجام کذایی هیچ آبی گرم نشد و تهدید پشمکی طرف مقابل که آقای آمریکا اگر باز هم تحریما رو شل نکنی بهت گفته باشم بدون که اشتباه استراتژی کردی. زرشک. هر گونه بدعهدی در اجرای برجام به بی‌اعتباری بیشتر ایالات متحده در سطح جهان می انجامد.
تعلل ایالات متحده در اجرای تعهدات قانونیش در ماه‌های گذشته اشتباهی راهبردی است که باید فوراً جبران شود. بزرگترین دستاوردی هم که روحانی از این سفر با خودش آورد این بود که آمریکا قول داده که بچه خوبی بشه و دیگه همه چیز رو به راه بشه، که در واقع یعنی همون کشک خودمون. در جلسه وزرا همه با قاطعیت به آمریکا گفتند که این مواردی که شما انجام میدید دقیقاً با برجام منطبق نیست و باید کارت رو اصلاح کنی، و آمریکا هم قول داد که روند رو اصلاح کنه. هنوز مدتی از حرفای روحانی نگذشته بود که سخنگوی فارسی وزارت خارجه آمریکا روایت دیگه‌ای از این جلسه نقل کرد. نه صحبت از اصلاح کرد، نه صحبت از قول کرد، بلکه فقط گفت جلسه مرور برجام بوده. و خب این جلسه برای مرور کردن اجرایی شدن برجام بود و خب یه مروری کردن از اجرای برجام و آقای وزیر خارجه کری تاکید کردن که آمریکا همه تعهداتش رو انجام داده و ادامه به انجام میده در آینده. البته برای اینکه دست روحانی خیلی هم خالی نباشه، آمریکا یک امتیاز دیگه هم داد و اون همین که بعد از 8 ماه که روحانی در سفرش به فرانسه 118 ایباس خریده بود، بالاخره آمریکا اجازه داد که 17 تا از این هواپیماها که قطعات آمریکایی توشون به کار رفته، اونم به شرط اینکه فقط برای مسافربری نه جابجایی سرباز تروریست استفاده بشه به ایران برسه. از سوی دیگر برخی اخبار تکذیب نشده حکایت از آن می‌کند یکی از شروط مطرح شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا پرواز نکردن هواپیماهای خریداری شده به مقصد سوریه و وارد نشدن به فرودگاه دمشق است که صحت این مسئله تصدی خود تحریمی به عرصه خطوط هوایی حمایت مقاومت را نیز تایید می‌کند. البته روحانی در این سفر به جز این دستاوردهای مشعشع چندین دیدار هم با سایر رؤسای کشورها داشت که اونها هم واکنش‌هایی رو در درون نظام در پی داشت. 24 تا دیدار داشتن آقای دکتر روحانی. از این 24 دیدار 3 تا هم از همسایگان ایران، یعنی پاکستان و ترکیه و عراق. و اما ملاقات با سران کشورها به طور خاص ترکیه. این ملاقات ها و عکس هایی که از اون بیرون اومد در شرایطی صورت گرفت که حدود 1 ماه قبلش در خود تهران در یک جلسه‌ای اینطوری راجع به این عکس‌ها داد و بیداد می‌کردن. بابا این ماه گذشته بود، خبیثا رفتن اونجا، تو مالزی بود، اندونزی بود، کجا بودش، رفتن نشستن اینا عکس سلفی گرفتن با این یارو مردی که مارمولک عادل از جبهه، اردوغان بی شرف سگ اخوانی، وزیر خارجه مملکت انقلابی من میره باشون عکس میگیره، میگه بیاید با هم دیگه عکس سلفی بگیریم. شما هم ضربه خورده ترور و تروریست جهانی هستی. چقدر گیجید شما، ای مرج برین مسئولین گیج و ما نعرف. ما به هیچ وجه قبول نمی کنیم اینا نماینده ما باشن. کثافتکاری های مالی و فیش های حقوقی و این مباحث تو سرتون بخوره. انحراف فکری دارید شما. ولی اینطور که به نظر میرسه دیدار با سران کشورهای دیگه همیشه هم بازخورد خوبی نداره. حالا اینا کشورهای همسایه بود، کشورهای منطقه، خب همیشه یک کشواکشی سرشون وجود داره. ولی دیگه دیدار با سران کشورهای اروپایی چی؟ مثلا فرانسه. رئیس جمهور در دیدار نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه در نیویورک پایبندی غرب به تعهدات برجامی را مورد تاکید قرار داد. بله، همونطور که در این تصویر مشاهده می‌کنید، هرچند که نیش شیخ فرید تا بناگوش باز شده، ولی طرف مقابل زیاد احساس خوبی از این صحنه نداره. اما با این حال این فرانسه‌ایه که شیخ فرید به شدت بهش نیاز داره، چون ایباسا رو قرار از اینا تحویل بگیره و به خاطر همین هم دم به دقیقه بهشون پیام تبریک میده. حالا پیام تبریک به فرانسه یعنی چی؟ وقتی تو پیام تبریک به فرانسه میدی یعنی تایید مریم رجبی. به کی بگیم که انقلاب اسلامی اینقدر بدبخت بوده؟ که اینقدر بدبخت بودیم ما.
فکر میکنم که دیگه وضع روشنه دیگه. یعنی حتی منم نمیتونم این بدبختی که نظام توش غوطه ور شده رو مثل این تصویر کنم. ولی شاید فقط بشه در انتها این رو گفت که روحانی در آخرین سفرش به نیویورک توی این دورش برای خوش اومدن کت خدا همه کار کرد، ولی در نهایت از اینجا رانده و از اونجا مونده شد و کل نظام رو توی بدبختی غرق کرد. برای خوش آمدن کدوم کت خدا شما بال میزنید، همه چیزمون رو دارید میبرید بفروشید برای این که برجام. آقا نمیدونیم به خدا جماعت، نمیدونیم ما این درد رو به کجا ببریم. به کی بگیم؟ به کی بگم حرفم و من این درد تنها شدن و من با کی درد دل کنم، هیچکی نمیفهمه منو، آروم نمیگیره دلم، به آخر خط رسیده، حتی دیگه این گریم دردم و تسکین نمیده.